میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری چراغ اتوماتیک درست کنیم. خب بزن بریم. ما باید یه دونه از اینا رو بذارید اینجا. خب حالا از این چیزا 1 2 3 میذارید. یه دونه از اینا رو میذارید اینجا. خب حالا اینا یه دونه رو میذارید اینجا. حالا نه اشتباه شد. پله ها رو اینجوری میذارید روی این. خب حالا توی اینا آب بریزید. یه دونه از اینا هم بذارید بالاش. حالا بریم امتحانش کنیم. میریم تست کنیم. دیدید که روشن شد. حالا دوباره وقتی نزدیک شید صدا میده. خب لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه.